سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه از Delicious Vibes by الی. امروز میخوام یه دلمه که با روش مامانم هست رو بهتون آموزش بدم که نیاز داریم به یه سری فلفل دلمه های رنگی، لپه، 1 پیمان نیم پس شده، بلغور نصف پیمان نیم پس شده، یه دونه پیاز بزرگ، روغن زیتون، سیر، پودر سیر و پیاز، نعنای خشک، پوره گوجه فرنگی، فلفل سیاه، زردچوبه. پیاز و سیر رو که تفت دادم، من بلغور لپه که از قبل نیم پس شده بود و بهش اضافه کردم، یه ذره تفت دادم، رب گوجه اضافه کردم، یه قاشق غذاخوری تفتش دادم، بعد مینت فلیکس یا همون نعنای خشک رو بهش اضافه کردم، 3 قاشق غذاخوری تفت دادم با روغن زیتون فراوان. آخر سرم پوره رو اضافه کردم، یک کنسرو و فلفل دلمه رو همون جور که دیدین هر جور که دوست داشتین برش بدین. سسش هم باز پوره سیر، فلفل سیاه، پودر سیر و پیاز و نعنا و روغن زیتون قاطی کردم و فلفل رو چیدم روش و گذاشتم روی گاز پختن. میتونین تو سینی توی فر هم بپزین. این غذا با ماست و سیر سرو میشه که توی ماستش من سیر، چیلی فلیکس، مینت فلیکس ریختم و پودر سیر و پیاز. Enjoy!